این اواخر یه گروهی به اسم وان نیشن خیلی داخل سوشال مدیای استرالیا سر صدا کرد. It's out of control. Mass migration. That's what I keep saying. وان نیشن رقیب جدی برای گروه حزب کارگر استرالیا داره میشه. حزب کارگر استرالیا به رهبری آقای آلبانیزی الان در حال حاضر وزیر اداره مهاجرت استرالیا است. Australia needs more homes and we need more tradies to build those homes. احتمال میره سال 2028 ماه می که انتخابات بعدی در واقع استرالیا هستش، خانم پاولین رهبر گروه وان نیشن وزیر اداره مهاجرت استرالیا بشه. حالا بیاید بررسی کنیم اگر این اتفاق بیفته چی میشه برای ما ایرانی ها. پروسه ما ایرانی ها برای مهاجرت به استرالیا بسیار بسیار سخت میشه. خب چرا الان در حال حاضر ایرانی ها انقدر خواستار مهاجرت به استرالیا هستن؟ استرالیا یک استریم گذاشته به اسم اسکیل ورکر که به شما در بد و ورود به خاک اقامت دائم میده. برای همینه که الان ایرانی ها دارن خیلی برای ویزای اسکیل ورکر اقدام میکنن. حالا چه اتفاقی میفته اگر وان نیشن بیاد روی کار؟ احتمالاً خیلی روند جذب مهاجر برای استرالیا کاهشی بشه. خب یک سال مالی خیلی قوی رو 2026 2027 رو در پیش رو داریم. بعد از جولای سال مالی شروع میشه، سال مالی استرالیا، و امسال شاید سال طلایی باشه برای مهاجرت ما ایرانی‌ها برای استرالیا. در این یکی دو ماه ما مشاوران رایگان میتونید اقدام کنید. ما بهتون میگیم از چه طریق از چه مسیری 0 تا 100 رو براتون توضیح میدیم و پروسه مهاجرتتون رو با ما پیش خواهید برد. من میلاد کریمی، یک عضو از خانواده ونس ویزا.